الله الرحمن الرحیم. Salam aleyküm əziz və hörmətli dostlar. سلام دوستان، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 41 از مجموع برنامه‌های مهندسی جهل در خدمتتون هستم. من یه فکری داشتم ولی خودم به عمق اون پی نبرده بودم و فکر میکردم که تاریخ عبارت از تاریخ قهرمانان و جنگ و کشورگشایی یا شکست‌ها نیست، پیروزی و شکست‌ها نیست. تاریخ عبارت است از ثبت و ضبط و نگهداری و تکریم قهرمانان تاریخ که در راه میهن یا جان دادند یا کشتند دشمن رو، یا دشمن رو از پای در آوردند. تنها اینها نیست، اینها هم بخشی از تاریخ به نظر من، اما تاریخ تنها اینجا نیست. ولی ما در ایران چیزی که به ما یاد دادن، بخشی از اون مهندسی جهل اینه که ما وقتی به تاریخ میگیم تاریخ، منظورمون عبارت است از کشورگشایی ها، پیروزی ها و شکست ها و قهرمانان تاریخی. ما به اینها متاسفانه در ایران تاریخ میگیم، در حالی که وقتی به دقت نگاه بکنیم میبینیم که تمدن و مدنیت که از یک واژه هستند، ریشه دارن، عبارت است از تاریخ. تاریخ عبارت است از ابزارهایی که تاریخ یک ملت، اینجوری بگم، تاریخ یک ملت یا یک منطقه عبارت است از ابزارهایی که اون ملت ساخته در طول تاریخ، افکاری که ارائه داده، تمدن مکتوبی که آفریده، اسامی جدیدی که بر اختراعات و اکتشافات خودش گذاشته، افزوده هایی که بر اختراعات و اکتشافات دیگران داشته، پوشاکی که خلق کرده نسبت به جغرافیا، ادبیات، سبک‌های مختلف ادبی و هنری و موسیقی و معماری رو ایجاد کرده، آب و آبیاری، کشتیرانی، اهلی کردن حیوانات، ایجاد محصولات متعدد مورد مصرف، اینها رو ایجاد کرده. اینها و خیلی چیزهای دیگر عبارت است از تاریخ هستش و ما متاسفانه تاریخ رو به این معنی در ایران نمیدونیم. ما هر از گاهی مثلا اونایی که تحصیل کرده هستن، یه مقدار تو کارهای چیز هستن، هر از گاهی میگیم که تاریخ فلسفه، تاریخ علم، تاریخ دین، علم دینی، نمیدونم تاریخ دینی، دین علمی، از این حرفا، نمیدونم تاریخ فیزیک، تاریخ شیمی، فلسفه تاریخ فیزیک، فلسفه تاریخ شیمی، از این حرفا میزنیم، ولی تا همین حد. یعنی خودمون نمیدونیم یعنی چی هست. در مورد مملکت خودمون هم یا همزبانهای خودمون یا همدینهای خودمون ما رو اطلاعی نداریم. این خیلی عجیب هستش که ما به عنوان یک انسانهایی با زبانهای مشترک، با زبان مشترک، با دین مشترک، خودمون رو از هم جدا بدونیم. جالب هست، یعنی چه اتفاقی افتاده که ما به این شکل تاریخ رو متفاوت میبینیم و این اتفاقا جدیده. یعنی ما در گذشته یه چنین چیزی در تاریخ نداشتیم. در گذشته، حداقل در 700-800 سال گذشته، ما یه چنین تصوری از تاریخ
و از جامعه نداشتیم. جامعه عبارت بوده از هر کسی که همزبان ما بود و همدین ما بود. خب طبیعتاً هر چقدر در اون زمان به خاطر ارتباطات، حالا یه بخشی از اون هم تاریخ ارتباطات هستش، ما چجوری با انسانهای دیگر تماس می گرفتیم و با چه دقتی، با چه سرعتی، با چه فاصله زمانی مکانی میتونستیم با انسانهای دیگر در تماس باشیم. این هم یه بخشی از تاریخ و دستاوردهای تاریخی هستش که متاسفانه ما شناختی از اونها نداریم. یکی از جنبه‌های اصلی که ما از تاریخ شناخت نداریم اینه که محصولات و محصولات تمدن مکتوب ما چی هستش. منظور من از مای ترک ها تنها نیست، مای ترک های آذربایجان تنها نیست، مای ترک های در ایران تنها نیست، مای ترک های در منطقه تنها نیست، مای ترک های ترکیه هم نیست، مای ترک های آذربایجان شمالی هم نیست، مای ترک های همه ترک هاست. و این ما تنها ترک ها نیست، عرب ها هم هست، اندونزی ها هم هست، مالزی ها هم هست، آفریقایی ها هم هست، افغانستانی، پاکستانی، هندوستانی، مسلمان هم هست. ترک در اینجاها ممکن ترکایی باشن، اون ترک هم هست و مسلمان ها هم هست. ما از این تاریخ مسلمان هیچ اطلاعی نداریم یا خیلی کم داریم، به خصوص از آثار مکتوب اونها. یعنی ما کتاب های نویسندگان، رمان نویسان، داستان ها، حکایتگران، داستان کوتاه، نمیدونم سیاستمداران، فیلسوفان غربی رو به خوبی باهاشون آشنا هستیم، میدونیم از کشورهای مختلف هر کسی در ایران دستش به کتاب رسیده در 100 سال گذشته یکی دو نفر رو داره. جامعه شناس میشناسه، نمیدونم روانشناس میشناسه، اختراع کننده ها رو میشناسه، اکتشاف کننده ها رو میشناسه، جهانگردان رو میشناسه، خاطر نویسان رو میشناسه، دروغ نویسان رو میشناسه. اما حالا بگیم که در مورد جامعه و نویسندگان ترک که مدنیت و تمدن مکتوب رو آفریده اند چه کسایی رو میشناسیم نمیدونیم. جالبه که من اینو بارها عرض کردم در جاهای مختلف. ما تازه اومدیم کانادا، بچه ها رو ثبت نام کردیم در دبیرستان. پسر من و بچه هم دارن میرن دبیرستان. یه روز پسرم اومد گفت بابا چرا ما ترکا فیلسوف نداریم؟ ظاهرا در مدرسه بحثی شده در رابطه با فیلسوف و فلسفه و اینا. هر کسی که خب به هر حال کانادا یک کشوری هستش که مجموعة الملل هست، یعنی به ترکی میگیم topluluklar bütünlüğüdür. یعنی یه مجموعی از مجموعه های مختلف هست. که نمیتونن به خودشون قوم بگن، نمیتونن به خودشون ملت بگن، هیچی نمیتونن بگن، برای اینکه خیلی بی هویتن. اینجا هویت ملیشون رو از دست میدن، یه هویت رسمی اداری دولتی به دست میارن، همین کانادایی. حالا اون تو مدرسه بچه ها دارن موضوعی مطرح شده، هر کسی که اونجا هستش از ملیت های مختلف داره در مورد بزرگان و آثار مکتوب خودش، تمدن مکتوب خودش و نویسندگانش داره صحبت میکنه. خب یه تعدادی در اون مدرسه فارس هستن، یه تعدادی مثل بچه های من ترک هستن، کرد میدونم وجود داشت، عرب میدونم وجود داشت. خب میان صحبت میکنن، مثلا این میگه ابو علی سینا فارس ایرانی پرشین، این یکی میگه نمیدونم فلان کس حافظ و سعدی و فردوسی و فلان افتخار ماست، از این حرف. پسر من اومد گفت بابا اونجا بحث کردیم چرا ترکا فیلسوف ندارن. در همین حد تاریخ رو نمیدونیم.
یعنی نمیدونیم که ابن سینا و خوارزمی و بخارایی و ابن خلدون و فلان و بهمان و اینها بخشی از تاریخ شخصیت‌های ترک‌ها هستند و مسلمان‌ها، بخشی از تمدن فکری مکتوب ترک‌ها هستند و مسلمان‌ها، و بخشی از تمدن مکتوب و فکری فارس‌ها و ایران نیستند. در همین حدم نمیدونیم. جالبه که این سوال رو وقتی پسرم پرسید، من هم همین سوال رو از خودم پرسیدم که ما چی میدونیم؟ چرا؟ برای اینکه مغز ما رو مهندسی کرده اند و تمامی داشته های ما رو یا از بین برده اند، یا داشته های ما رو، داشته های تمدن مکتوب و فکری ما رو مثل خود ما که ما رو مهندسی، ذهن ما رو مهندسی میکنه، اونها رو مهندسی کردن، اونها رو یا جمع‌آوری کردن از بین بردن، یا در حال از بین بردن هستند، یا اینها رو در یه جاهایی محبوس کردن، اجازه نمیدن منتشر بشن و در مدارس و دانشگاه ها اینها رو به ما یا نمیذارن معلم ها و بزرگان اهل ادب و شعر و موسیقی و اینها فکر و اینها رو به ما توضیح بدن و ما بدونیم که چی به چیه. این تنها در ایران نیست دوستان، این در ترکیه هم همین اتفاق افتاده، در آذربایجان، جمهوری آذربایجان هم همین اتفاق کم و بیش افتاده، در دیگر جمهوری‌های ترک هم کم و بیش این اتفاق افتاده. جالبه که همین اتفاق در مورد مسلمانان هم افتاده، یعنی عرب ها هم همین وضعیت رو دارن. احتمالاً نمیدونم، مالزی، اندونزی، فیلیپین، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و دیگر جاها هم همین اتفاق براشون افتاده. یعنی اونها هم همین اتفاق براشون افتاده. ببینید کار به جایی رسیده که بسیاری از ترک ها اصلا نمیدونن ترک هستن، زبانشون عوض شده و همه اینها در 250 سال گذشته اتفاق افتاده. یعنی مثلا بخشی از ترک ها در هندوستان و پاکستان و افغانستان و سریلانکا و احتمالاً در آفریقا و در اروپا نمیدونن ترک هستن، برای اینکه در 250 سال گذشته مهندسی جهل مغز ما رو تغییر داده، یه چیزهایی رو آپدیت کرده، بالا آورده، روزانه کرده و اداری رسمی کرده، ثروت به این یک زبان داده، از زبان دیگه اینها رو قطع کرده، اجازه نداده آموزش داده باشه، اجازه نداده رسمی بشه، اجازه نداده دولت داشته باشه، اجازه نداده اقتصاد داشته باشه، اجازه نداده سرمایه گذاری بکنه در زبان و مدرسه و دانشگاه و آموزش و اینها. در نتیجه اون زبانی که یه مقدار پول داشت، ثروت داشت، زندگی با اون زبان سهلتر میشد، راحتتر میشد، میتونستید راحت فرزندانتون رو تأمین بکنید یا تصور داشتید که با این زبان آینده بهتری رو برای خودتون و فرزندانتون خواهید داشت. به تدریج از زبان خودتون جدا شدید و اون زبان شده زبان اصلی. بعد از یکی دو نسل اون زبان میشه زبان اصلی. مثل این که مثلا ماها کوچ بکنیم به کانادا، ممکنه که من ترکی صحبت بکنم برای سالها تا عمرم، بعد فرزندان من هم ممکنه که اینجوری باشه، حتی نوه های من هم ممکنه که یک ذره ترکی رو بدونن، اما دیگه بعد از اون یواش یواش دیگه اینها نسل بعدی نمیگه من ترکم، آذربایجانی هستم، میگه من کانادایی هستم. برای چی؟ برای اینکه اینجا زبان ترکی اینجا آذربایجان نیست که زبان ترکی حداقل یک کاربرد روزانه داشته باشه. برای کاربرد روزانه هم، برای تلویزیون و رادیو هم، برای روزنامه و کتاب خوندن هم شما به انگلیسی یا فرانسوی یا هر دوی اینها نیاز دارید. در نتیجه به تدریج ضرورت استفاده از این زبان از بین میره. این وضعیت اون چیز هستش. به هر حال من فکر میکنم که این بسیار مهمه که ما بدونیم تاریخ
تنها تاریخ قهرمانان و کشورگشایان و جنگجوها و مدافعان وطن نیست، بلکه تاریخ بخش عمده، حتی همون تاریخ هم برمیگرده به تاریخ مکتوب و فکر انسان ها. یعنی اون جنگجویی، اون قهرمانی که جنگیده وطن رو و ملت رو در مقابل دشمن از آسیب و گزند نگه داشته و یا به کشورگشایی روی آورده و کشور و اون منافع اون ملت رو در سرزمین ها و در میان ملت های دیگر هم کم و بیش تأمین کرده، این یه فکری داشته، یه پشتوانه فکری داشته. اون و حتی خود زندگی اون قهرمانی هاش هم توسط تمدن و مدنیت مکتوب جمع آوری شده و نگه داشته و ما باید اینها رو بشناسیم. متاسفانه همونطور که عرض کردم در اثر یک مهندسی جهلی که بعد از اختراع چاپ و آسان شدن حمل و نقل ماشینی و لوکوموتیو بخار و اینها به وجود اومده، ما با این روند مواجه هستیم. در قبل از اون نبوده. به هر حال خواستم در این مورد یک چیزی رو بگم، به ذهنم اومده بود. بریم در پی اون کتاب هایی که قبلا دانلود کردیم، ببینیم که چه چیزهایی رو ما میتونیم الان اینجا بخونیم. ما دیروز تا به ایمان علمی رسیدیم، اسکندرنامه رو خوندیم و قرآن اسماعیل ابن حاجی رو هم خوندیم. ترجمه قرآن اسماعیل حاجی بود، خیلی کم البته از این خوندیم، فقط 2 صفحه اول این قرآن بسیار مهم رو خوندیم. یادآوری بکنم که تا اینجا ما 2 قرآن رو به زبان ترکی نویسندگان ما، بزرگان فکر و ادبیات و سبک‌های ادبی ما، قرآن‌های بسیاری رو ترجمه کردن به ترکی که ما تا اینجا ثمره زحمات اونها رو در 2 کتاب دیدیم و معرفی کردیم. حالا امروز با اجازهتون ما دوباره بریم و 3 کتاب جدید رو باز بکنیم، ببینیم که چی هست. ما در مورد استرلاب هم 2 تا کتاب خونده، یک کتاب خونده بودیم، امروز هم همون، و یک کتاب هم در مورد تفسیر بخونیم. 3 کتاب باز کردیم، اگر عمری باشه و توفیقی باشه این کتاب ها رو بخونیم. تحفة الاخوان صفا، به این نام کتاب میخونیم، و اگر شد تحفه شاهدی سور افلاک و استرلاب و تفسیر مواکب. حالا ببینیم که این کتاب اول یه مقداری این رو کوچکترش بکنیم تا خود با جلد کتاب و با عکس کتاب به شکل کاغذ آشنا بشیم. نگاه کنید دوستان، این همون کتابیه که میخوایم دربارش صحبت بکنیم، تحفة الاخوان صفا. اینجا یه چیزی 580 نوشته شده، اینجا هم دوباره نوشته شده. کتاب آسیب دیده به مرور و در اثر گذشته زمان، داخلش هم آسیب دیده، جلدش پاره شده. اینجا هم یک کاغذ چسبوندن، یه اطلاعاتی در رابطه با این جدیدن نوشته شده. اینجا قدیمی‌تر نوشته شده. اینجا صفحه اول، حالا یک کمی هم خط خوشنویسی میخواسته تمرین بکنه، اومده در کنار این کتاب تمرین کرده. اینجا رو ببینی که به چه شکلی مثل قرآنه، نمیدونم شاید هم قرآن باشه. این اومده صفحه اول رو خیلی زیبا چیز کرده، شاید هم شعر باشه، نمیدونم. حالا باید برگردیم ببینیم چی هست. تحفة الاخوان صفا رو اینجا گذاشته و با بسم الله شروع کرده. این کتاب در 346 صفحه هست. امیدواریم که اسم نویسنده و تاریخ نوشتن این رو هم ببینیم. دوباره اینجا میبینیم که از رنگ قرمز برای جدا کردن مطالب و پاراگراف های استفاده کرده. همچنین میبینیم که استاندارد نوشته شده برای اینکه از صداها بر روی حروف و خطوط استفاده کرده و به اونها
هویت داده. وقتی که صداها روی خطوط و حروف نمیاد، اونها بی هویتن به نظر ما. البته اسمی دارن اما اسمشون هویت اصلی رو نداره. وقتی هویت میگیرن که ما با صدای اون حروف آشنا بشیم و بتونیم اون حروف رو درست ببینیم. اینجا ظاهرا داره فصلهاشو با مداد قرمز میگه و توضیح کوتاهی در مورد محتوای فصلها میده. کتاب به نظر من با خط زیبایی نوشته شده و قابل خوندن هست. درسته خیلی ریز هست، البته خب این رمان بزرگه. ببینید هرچه جلوتر هم میریم ریزتر هم میشه. نگاه کنید، به اینجا نگاه بکنید و اینجا نگاه بکنید، اینجا رو و حالا اینجا رو نگاه کنید، خیلی ریزتر نوشته میشه، برای اینکه خب کاغذ خیلی گران بود و اینها باید از حد اکثر چیز استفاده میکردن. البته میبینیم که خیلی کم حاشیه گذاشته برای چیز، برای حاشیه نویسا. البته ببینیم که حالا حاشیه نویسا هم یه چیزی نوشتن. اینجا میبینیم که در اینجا یه اتفاقی افتاده و اینجا چیز تصویرش هم در صفحه دیگری دیده میشه. حالا بریم یه مقدار پایین تر ببینیم. اینجا یک کسی اومده جدیده، این اصلا نمیدونم، حالا اومده یه چیزی نوشته ولی معلوم، حالا ببینیم که چی هست. اینجا به نظرم خط بهتر شد، فاصله کلمات و حروف یه مقدار بیشتر شد، کلمات تو دل هم نرفتن. اینجا هم همینطور. اینجا دوباره یه مقدار شلوغتر شد، به هم چسبید و اون شلوغی متن بیشتر به چشم میزنه. و بریم پایان کتاب. تا اینجا یه چیزی دیدم، اگه بتونیم پیدا بکنیم، چون که به سرعت داریم میریم متاسفانه بعضا یه چیزهایی از جلوی چشم رد میشه و پیدا کردنش سخته. اینجا این کتاب ظاهرا تموم میشه و یک موضوع جدیدی، یا این موضوع تموم میشه و موضوع جدیدی میاد پیدا میشه که نمیدونم، حالا 158 اگه یادمون باشه میتونیم بیایم. و اینجا هم یه خطی روش کشیده، معلوم نیستش که میخواستن پررنگش بکنن، چون اینجا آب اومده رنگ زرد شده ولی اینجا با رنگ قرمز. حالا نمیدونم میخواستن پررنگش بکنن یا اینکه یعنی آگراندیسمانش بکنن، یه جوری پررنگش بکنن که دیده بشه، یا اینکه میخواستن حذفش بکنن. کتاب کاملا دیگه اینجا پاره شده و جلد داره از هم جدا شده، اینجا دوباره چسبیده و خب کتاب تموم شد. اینجا کتاب تموم میشه. حالا اگر من این رو بزرگش بکنم، به این بزرگی هم نه، همین قدر کافیه. و برگردیم اول این کتاب رو ببینیم تحفه اخوان الصفا چی هستش. تحفه الاخوان، صفا رو اینجا نداره، این ننوشته ولی خود کتاب نوشته یازما. 860 تاریخینده فاتح محمد خانه، در احتمالا در زمان سلطان فاتح این کتاب نوشته شده، نمیتونم بخونم ولی تاریخ کتابت 860. احتمالاً این خریدار این رو نوشته، یعنی کتاب در تاریخی که این آدم خریده فاتح محمد خان زمان تألیف حالا اینجوری دارم میخونم من، این کتاب در زمان محمد خان فاتح تألیف شده، منشوره. حالا خیلی نمیتونم این رو بخونم ولی خب این تاریخ رو پیدا کردیم که این تاریخ، این آدمی که این کتاب رو خریده میگه که این در این تاریخ نوشته شده، یعنی احتمالاً اینجا هم همین رو اومده به 860 رو به هجری، اینجا هم خوب نیفتاده که بنویسیم ولی اینجا هم میبینیم که
چیز شده، Milli Kültür Şurası 23-27 Ekim 1982. یعنی این خیلی چیز نیست، جدیده. این 1982 حدودا میشه مثلا 40 و خورده ای سال پیش، 43 سال پیش یا این حدودا، که اومده احتمالاً یه نگاهی به این کتاب انداختن و این تاریخ رو هم در آوردن. حالا یه چیزی هم اینجا توضیحاتی نوشته که متاسفانه دیده نمیشه. پس این کتاب اگر 860 نوشته شده باشه، 140 سال از اون طرف، 446 سال از این طرف، حدوداً 700 سال یا 600 سال عمر این کتاب هست دوستان. همونطور که عرض کردم اینجا یه چیزایی نوشته، اینجا هم نوشته سنه 999. یکی هم این کتاب رو در این سنه سال چیز کرده، علامت گذاری کرده که حالا میخواسته خط تمرین بکنه یه چیزی، یا کتاب رو خریده بوده یا اتفاق خاصی براش افتاده بوده. اینجا هم یک کسی نوشته سنه الف، یعنی سال 1000. کتاب از این جهت ارزش تاریخی داره که روند تاریخی رو در چند مرحله ما میتونیم ببینیم. حالا اینجا هم اگر بتونیم یه چیزهایی رو به دست بیاریم، خب ببینید این تاریخ ها به ما چیزهای مهمی رو یاد میده که این کتاب دست به دست شده یا از نسلی به نسل دیگر چیز شده. اینجا اومده ببینیم این کتاب اصلا اینجا چی هست. حالا نمیتونم بخونم برای اینکه اینجا یه مقدار هم تاریک دیده میشه. ازاق سندن بنور دردمه دوا، بنم سندن بنم دردمه دارو، کرو کی کراکه آب حیوان آمد کلدر. آمد نمیشه دیگه، دگلدر، آن دگلدر. اینجا نوشته، نمیشه، این ان میشه. مثلا اینجا رو نمیتونم بخونم، واقعا تشخیص نمیدم کلمه چی هست. شاید کوچیکترش بکنیم بهتر دیده بشه. کرو لآب حیوان آن دگلدر. حالا از ظاهرا ترکی هستش این شعر، هرچی هستش، ولی من نتونستم بخونم. این قسمت ترکی هستش. ببینیم حالا این پایین چی هست. ağzından ne var çeşmeye heyvan dahi bilmez, سرم اگه این تشدید باشه سرم آنو کیده. نمیتونم بخونم اینجا رو. ببینیم که میتونیم از صفحات دیگر بخونیم. تحفت الاخوان صفا، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، حمد بی عد و ثناء بی حد، اول پادشاهlar پادشاهینه kim yeni آدم سایی مخلوقات این باید باشه، مخلوقات üzerine مفضل و مکرم، مفضل هم احتمالا باشه، مفضل و مکرم قلدی. şöyle ki قرآن قدیمنده. ببین حالا اینجا من فکر کنم یک بار دیگه هم در مورد قدیم صحبت کردیم. بعضی ها در اسلام معتقدن که قرآن جدیده. یعنی جدید یعنی چی؟ یعنی که با به پیغمبری رسیدن حضرت محمد
قرآن هم از طرف خداوند خلق شده و برای پیغمبر فرستاده شده. این میشه جدید، برای اینکه خیلی قدیمی نیست. اما بعضی ها معتقدن که با خلق آدم، حضرت آدم، قرآن وجود داشته قبل از خلق حضرت آدم. بعضی ها معتقدن که این قرآن بوده با خدا بوده. یکی از دوستان اومده اینجا یه مطلبی رو نوشته، من نمیتونم هر از گاهی نگاه بکنم. وقتی زبان ترکی به صورت شفاهی از پدر و مادر یاد میگیریم و آموزش مدرسه نقش ندارن، فقط ترکی گفتاری بلدیم نه نوشتاری. به همین صورت زبان از بین میره و ادبیاتی از زبانمون نمیمونه. درسته دوست من، درسته. منم تلاش کردم که اینو بگم. قدرتمند اینجا بعضی ها معتقدن قرآن قدیمه، یعنی مثل خدا که قدیمه، یعنی بوده، هیچ زمانی یا هیچ مکانی نبوده که خالی از خدا باشه و خدا نبوده باشه. یعنی خدا نبوده. اگه خدا یک زمانی خدا شده و قبل از اون خدا نبوده، یعنی حادثه، جدیده. در نتیجه قرآن هم مثل همون باید باشه. یعنی اگر الله قدیمی هست، سخن الله و فکر الله هم باید قدیمی باشه. یه عده این نظریاتی هستی که در مورد قرآن وجود داره. وقد کرمنا بنی آدم از این آیه استنباط میکنه که قرآن قدیمه، برای اینکه لقد کرمنا بنی آدم، ما برای بنی آدم رو، فرزندان حضرت آدم رو گرامی داشتیم. با چه چیزی گرامی داشتیم؟ میگه که قرآن وجود داشته. یعنی میخواد بگه با این، به خاطر قرآن بوده که اینها رو هدیه کرد و اینها رو تکریم کرد. دیو بویرده، این کلمه یعنی ولقد کرمنا بنی آدم رو خداوند گفته. دیو یعنی دیدی و فرمود. زی و 100,000 شکر سپاس. دیدی بویردی، دیدی دی زی، حالا این دی هست نه این بویردی خودشه دیگه، بویردیه. و 100,000 شکر سپاس اول خالق حق و اناس و رازق جمیع اجناس. حق تعالی حضرت نه اولسون کیم ایمان. این حالا چی هست؟ یه مقدار ایمان başımıza iman tacın başımıza ürdی هردی. حالا من این کلمه رو در ترکیه در یوزگات یاد گرفتم. هرمک، میدونی که اگر خانم ها یا هر کسی که یه چیزی رو به بافه بهش میگن هرمک. البته بافتنی که با میل باشه، با یه چیزی که مثلا فرش قالی بافی رو هرمک نمیگن، اونو بافتن میگن. این هرمک. حالا میگه که تاج başımıza ördü، یعنی برای سر ما یه تاجی رو بافت، ördi. و اسلام خلعتین کمال لطفیندن اگنیمیزه گیردی. خیلی زیبا نوشته. اسلام خلعتین، خلعت این چیز بود، چی میگن؟ الان میگن کادو، هدیه، یه چیزه. اونجا خلعت بود، یعنی یه چیزی که خیلی گرانبهاست و برای یکی تقدیمش میکنن. خلعتین کمال لطفیندن اگنimize giyirdi و bizi ümmet محمد'den kıldı. اینم یکی از چیز هاست، افتخارات بشره که ما از امت محمد شدیم. دیروز گفتیم که امت هم به معنی ملت هست، هم به معنی اسلام هست. kıldı چی؟ امتون. حالا تون رو اینجا ببینید، خیری، خیر لسید
اینجا بیت آورده، یعنی شعری رو میخواد بیاره، برای همین نوشته. حالا امروز با ادبیات، در ادبیات امروز اینو نمیارن، ولی خب حتی در زمان شاه که ما دوره ابتدایی راهنمایی رو میخوندیم این رو میآوردن. سلام عزیز و حرمت دوستم، خوش جلمسیز. میآوردن و مشخص میشه که این مطلب بعدی یک بیته، یک شعره و بیشتر هم نیست. فشکر اسم شکر آدم شکرن، حالا این دیگه عربی احتمال میکنم. فشکر اسم شکرن نمیتونم بخونم. زال نعم الحمدلله، هر چی بود دیگه من اینو نتونستم بخونم، برای اینکه خیلی سخته اینکه این کلمه اسم باشه یا نباشه. این دوتا متاسفانه نمیدونم چی هستن. الا زال نعم الحمدلله و هزاران تحف تحیات نامیات و وصله صلوات راکبات و طیبات منبع سعاداتی و مفخر موجوداتی و تنبیع اوصاف. اگر خیلی هم نمیتونم. دوستان از این قسمت متوجه میشیم که در اینجا این نویسنده محترم خدا بیامرز، الله بیامرز بگیم اینو، عربی رو خیلی به کار برده. البته در بالا خیلی زیاد به کار نبرده بوده، ولی در اینجا اولویت بیشتر با عربی هستش. حالا ببینیم که ولی خب کتاب ترکیه، یعنی زبان ترکی هستش. برای علت اینکه عربی رو خیلی به کار میبرن دوستان، برای اینکه اصطلاحات رو عرب ها خلق کردن یا مسلمان های ترک هم اگه بودن، به خاطر اینکه زبان علم و دانش اون روز عربی بوده، در نتیجه اینها اصطلاحات رو به اون زبان یاد میگیرن. همونطور که الان یا فرانسه هست مثلا، یا آلمانیه، یا روسیه، یا انگلیسیه و در آینده چینی خواهد بود، برای اینکه اینها دارن ایجاد میکنن. وقتی یک کسی یه چیزی رو ایجاد میکنه و اسم گذاری میکنه، دیگه دیگران از اون اسم استفاده میکنن. خیلی کم بشه که یک زبانی بتونه برای اون اختراع و اکتشاف یه اسم جدیدی بذاره. در نتیجه در اسلام هم یا در فرهنگ اسلامی هم به خصوص در اوایل علما و کسانی که باسواد می شدند از طریق زبان عربی باسواد می شدند و ذهنشون انباشته از لغات عربی می شد. برای بیان مفاهیم از لغات عربی استفاده می کردن و اگر می خواستن اون رو ترجمه بکنن، به جای یک کلمه ممکن بود که الان ملاها همین کار رو میکنن، مثلا میره بالای منبر میخواد یک کلمه قرآن رو بگه، 1 ساعت صحبت میکنه مثلا، برای اینکه نمیتونه ترجمه بکنه یا میترسه ترجمه بکنه. و خب در یک مقطعی هم علامت چیز برتری در اون شما هست. وقتی شما به زبان دیگری صحبت میکنید که اون زبان برای شنونده ها هم مرموزه هم مقدسه، یا اینکه هم جایگاه خاصی رو به شما در ذهن مخاطب میده که آقا این چند تا زبان میدونه، خب خیلی آدم باسوادیه، نمیشه باش بحث زد، هر چی این بگه درسته. برای اینکه من یک زبان، خب حالا زبان خودش هم زبان نمیدونه، نمیگه که من زبان مادریمو بلدم، میگه که اون 2 تا زبان بلده، 3 تا زبان بلده، من چی بلدم؟ من هیچ زبان بلد نیستم. خودشو حقیر میبینه در جلوی اون کسی که به زبان دیگری صحبت میکنه. در نتیجه اون اصلا ذهنش نمیاد که خب منم یک زبان بلدم، چه فرقی میکنه حالا این یک زبان دیگری بلده. ولی این که به زبان دیگری صحبت بکنیم خودش ابزار قدرته و این رو همه میگن آقا یک زبان بدونی یک آدمی، 10 زبان بدونی 10 آدمی. ببین این یعنی که شما قدرتتون بیشتره دیگه، و این
باعث میشه که در ذهن ما برسه که این آدم خیلی باشعورتر و خیلی باسوادتر و خیلی آگاهتره، در حالی که ممکنه که هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاده باشه. ممکنه که آدم 10 تا زبان بدونه، اما زبان بدونه دیگه از نظر فکر، از نظر ایده، از نظر نوآوری فکری چیزی در چنته نداشته باشه. حالا در اون زمان هم زبان علم و عرفان و ادبیات و اینها عربی بوده و هر کسی که به عربی صحبت میکرد، خب اونا که عربی نمیدونستن دیگه میگفتن خب این عالمه دیگه، این دفعه درس خونده، اینو فهمیده، حالا به این زبان صحبت میکنه، هر چی هم بگه خب راب و کلمه معنیش همینه. راکبات طیبات و اول منبع سعادات و مفخر موجودات و این چیه نمیدونم، این کلمه رو نتونستم، اوصاف، اینجا باید اوصاف باشه. فی العرصات شمع نیل انبیا، شمع، حالا این فیل گیل چی هست، زل انبیا، این زل باید باشه، زل انبیا، سایه انبیا، و نور محمد اصفیا و شاه الجمن اولیا و معلای مزکا مقتدا و مجتبا محمد مصطفی حضرت صلی الله علیه و سلم، مطهر روحینه و منور روزه سنه و معطر مرقدنه بالعد ولا سال و صل واصل و ولا سال و واصل و mutavasil olsun kim cəmiyə peyğəmbərlərin sərvəridir və dükilli asilərin və این احتمالاً نمیدونم این معنیش چی میشه، سروریdir و dükəlni ya dönəlli asilərin dönəlli olacaq احتمالاً، یعنی کسایی که از دین برگشتن و اینها، احتمالاً امروزه میگیم مرتد، و dönəlli یا dönəli asilərin və günahkarların şəfiidir, rəhmətən lil aləmin və şəfiul muznibindir və hezaran selamım درود و ثنا و تحیات آنون آل و اصحاب و اصحاب üzerine olsun kim Peygamber aleyhisselam biri münevver oldu. احتمالاً نور باید باشه اینجا، نوری منور yıldılarla teşbih kılmıştır. Nitekim buyurdu. حالا اینجا یه حدیثی آورده که دیگه نمیتونم ببینم و بخونم، رنگ قرمزش تقریبا البته رنگ مشکی هم تقریبا میتونم بگم که خیلی وقتی بزرگش میکنیم خوانا نیست. یعنی رسول حضرت buyurdu، Resul Hazret buyurdu kim benim yarenlerim bildiler ki yarenlerim yıldızlar ستاره gider her یه ذره بزرگترش بکنیم ببینیم میتونیم هر گنغنه هر گنغنه گنغ گنچه بعضی گلها دوستان روزها باز میکنن، بعضی هم شبا. اون گلهایی که روزها باز میکنن وقتی خورشید میاد باز میکنن، اینها شب برمیگردن به گنغ خودشون، به داخل اون پوسته خودشون، اون زره خودشون که بیرونه
برمیگردن جمع میشن. اون قسمت حالا بگیم سبز، من نمیتونم اسمش که گن، اسمش گن و گنخ احتمالا این باشه کم اقتدا ایلیه اونلر. حالا این دیگه بذارید ببینیم این کتاب موضوعش چی هست. خیلی نمیخوام اینو بخونم، فقط در همین حد بدونیم که شروع ادرس. حالا اینجا اولدور کیم padişah Şanilam dua kılız. Ondan sonra sebep تعلیف کتابه شروع ادرس. اینجا فضل ابن چی هست؟ لردن رحمت الله علیه منگولdur kim eder اگر bana abdelse kimsene bir dua edilse این چی هستش؟ eder اگر bana edilse kimsene bir dua makbuldur. O duayı padişah İslam için kılattım. Zira onların selahiyeti alemin selahidir. Zira onların selahiyeti alemin selahiyetidir ve onların fesadı cehanın fesadıdır. Pes duaların bekren oldur kim? Sultanı aleme duayı hayır edeler. Zira lehu bunal batil. دیگه واقعا نمیتونم بعضی کلمات رو به خاطر اون حالتی که رنگ پریدگی وسطشون داره نمیتونم بخونم. زلالله bunla zillullah dür. Yani Allah Teala'nın kölgeleridir. اینجا قرمز با یه چیزی نوشته علما و همهم Allah که تعبیل etmişler چی؟ حالا دیگه ببینیم در مورد کتاب چی میگه. اینجا سنه رو آورده، ببینیم اینجا این سنه چی میگه. Kölge nece müsevver ole bes kölge bende ve kelmekte ibarettir. Kelmekte ibarettir. Seni حالا این چیه؟ نمیتونم کنم علریه. خب ببینید قصد ما خوندن کتاب نیست، برای اینکه میدونید من در زبان ترکی آموزش ندیدم و نمیتونم چیز بکنم و این کتاب هم دستنویس هست، خیلی هم داخل هم رفته حروف. یه زمان میخواد که چشم آدم عادت بکنه به اینها و بتونه یواش یواش در بیاره که مثلا این چه چیز رو علما چیز هستش نوشته. حالا ببینیم بحث کتابش در مورد چی هست. اگر بتونیم به اونجا برسیم که بحث کتاب رو بفهمیم خیلی خوب خواهد بود. اخوانی آمین یا رب العالمین. اینجا دعاشو کرد. اعملوا اخواتی سعدکم الله و فی الدارین، یعنی ای اینجا فرشتelere işlerim ve ey din bülende bolda işlerim. Hakkı Teala sizi ila cehanda sizi ila cehanda saadetlendirsin ve buna kitabıda ve bu kitabıda ölen nesayihle size amel etmekle tevfik versin ve cemi'i huzallah
نعوذ الله احتمالا باشه، تعالی عنایت ادب، این نمیدونم این چی میتونه باشه، جمیع حوزده الله تعالی عنایت ادب هدایت روزی گلسون، آمین یا رب العالمین. سبب تعلیف کتاب و موجب تستیر خطاب اولدر کیم کرکون اولدر کیم، حالا ببینید مکرر کن bir mümin Hacı Aziz Garandaş Hacı Aziz Garandaş ve din yolunda yoldaşlara dersi bu fakir el-hagir sagir el-curm kebir el-curm sagir el-cezm، ببخشید، حقیر صغیر الجزم کبیر الجرم قلیل العمل کثیر العمل. حالا ما فرق این عمل ها رو نمیفهمیم، ولی در معنی عمل اول به معنی کار و فعالیت، عمل دوم به معنی آرزو. قلیل العمل یعنی کارش عملش به هر چیزی که میگه خودش کمتره، کثیر العمل آرزوهای بیشتری داره. کمین و کمینه، کمتر و کمینه، آسی و جافی، نمیدونم جافی چی میشه، گلندن التماس گلندن التماس ettikle Müslüman garandaşların için ve bir günahkarlık için bir kitap ölse ki ani daim okusam sonra size dua kılsam. حالا یکی اومده به نام این آقا گفته که اسمش چی بود؟ bir mümin حاجی عزیز، اسمش حاجی عزیز بوده. گارداش الان میگیم، گارداش الان شده گارداش. گرنداش یعنی در از خون یا از برادر، به هر حال به معنی برادر هستش. و دین یولوندا یولداشلره درسی بو فقیره. حالا در راه دین از من خواستش که حالا خودشو اینجا حساب چوب کاری میکنه، مثلا شکست نفسی میکنه و بعد میگه که به من گفتن که یک کتاب بنویسید که اونو بخونیم و شما رو دعا بکنیم. اما آنون içinde Allah Teala Hazreti Celle Zikruh Azzamet ve hubbi ve celalet acaib hükmetleri ve garaib kudretleri ve hem ahiret gurgu چجوری بگیم، ترجمه میخوام بکنم. گورگو چند تا معنی داره، ولی اینجا به نظر میاد که یعنی اون برنامه ریزی هایی که انجام داده و اوچماق و تامو از تامو و صفتleri ve çok nesayih acibe ve hikayat garibe ve fihi ihtimalen اینجا و فیه و شرع اینجا وفیه غریبه وفیه و شرع müteallik nesneler ölse ki her dem onları okumagıyla ve onlara mutala'a kılmakla bu masiyet degene garg olmuş. این دگرنه bu معصیت این کلمه
معصیت سرزنه. حالا این یه صفته برای معصیت که حالا به معنی احتمال به معنی چیز باشه، غرق اولموش و گناه کرلره و تکلیم نه تکیله مکدر olup ne teki mükedder olup paslenmiş kökülüme anunla celle ve seygel etsem ola la bu fasikü فاسق چی میشه؟ مثلا فاسق که نمیتونه باشه، فاسیکو کلمک، قساوت و غفلت. خب دیگه خیلی داره حالا توضیح میده که از گناه اینها ما رو دوری بکنه دیگه. بخونیم و بفهمیم و اینا. هنوز داره توضیح میده. برسیم به اینجا ببینیم که حکمت چشملری ظاهر اوله نتکیم اول فخر جهان و پشت و پناه آدمیان و شفیع آسیان و مجرمان پیغمبر حضرت صلی الله، اینجا یه میم گذاشته دیگه بقیهش رو ننوشته، صلی الله علیه و سلم buyurdu اتبع السیئة الحسنة چی این دیگه این آخرش، یعنی kaçın bir seyyiye ve bir günahı üstünlük anın önlün ihtimalen anın odince bir hasene ve bir sevap dahi işliye ta ki ol hasene ol seyyiye mahv eliye. حالا میگه که پیغمبر فرمود، من اینجوری فهمیدم، احتمالاً نیاز داره انسان این کتاب رو بخونه تا عادت بکنه به این خط و به این در هم رفتگی حروف و اینها تا بتونه خوب بخونه. خب این وقت میخواد، ولی خب من دارم یواش یواش به خودم اعتماد به نفسم در خوندن این کتاب به دست میاد. فکر میکنم اگه من 10 صفحه از این رو بخونم چشمم به نوع حرکت قلم این و فرو رفتگی حروف در دل کلمات همدیگه میتونه عادت بکنه و میتونه اینها رو تشخیص بده و از هم جدا بکنه. حالا اینجا میگه که پیغمبر این حدیث رو اینجوری معنی میکنه که یه کار سیئه، کار بد، گناه نیست، این کار بده رو bir ihtimalle اینم işlese anın ardince bir hasene ve bir sevap dahi işle تا چی؟ میگه اگه کار گناه و سیئه‌ای انجام دادی، هر دوتا رو به کار برده، در پی اون یه کار خوب انجام بده که ثواب این کار خوب گناه و اون کار بد رو، سیئه رو از بین ببره. خب از نظر اخلاقی داره سفارشایی رو میکنه که ببینیم چی هست، ببینیم حالا به موضوع کتاب میرسه یا نه. دوباره بیت اومد، دوباره یه حدیث اینجا، her kim bir Müslüman bir garandaşın bir haceti ne bu rüyete ya dünyavi ya ahirevi Hakkı Teala Hazret dahi onun 70 dörlük hacetine, اینجا 70 dörlük hacet bir tür. حالا این دیگه خب حالا اینجا اومد دیگه به کتاب رسید. معذور tutup اینجا tutup افعدلر اگر الفاظیندن یا ترکیبیندن
یا معناسینده، ترکیبینده یا معناسینده خلل اولور. میگه حالا ببخشید اگر در نوشتن این چیز من معذور توتوب، این توتوب رو با تی نقطه دار ننوشته، با تی دسته دار نوشته. این جالب بود برای من. معذور توتوب افدلر. اگر اینجا باشه لطف ادوب اصلاح ادلر، اجر جمیل و ثواب جزیل اوله. ببینید چقدر اینها دلشون چیز بوده، بزرگ بوده. میگه آقا اگه دیدید اشتباهی در لفظ و معنا و ترکیب کلمات هست، اینها رو ببخشید و درستش بکنید که خدا به شما اجر جمیل و ثواب جزیل اوله. اوله یعنی بشه. اما کتاب uçmak gibi 8 بابه گتوره. کتاب uçmak، این uçmak دوستان معمولا برای پرواز میگن، برای پریدن میگن، پریدن حیوانات میگن، حیوانات پرنده. و البته اگر یکی هم بتونه که یه مثلا یه مسافتی رو بپره بهش میگن اوچته، مثلا گوش چمی اوچته. اما اینجا میگه اوچماق در این حال برای مردن هم به کار میره. یعنی میگن که مرد یعنی از این جهان پرید و رفت، به این معنی از این جهان پرید و رفت. که بی 8 بابا گتردون، میگه گترده اول که باب اولش، حالا به 8 باب اینو تقسیم میکنه. عرش و کربی لوح و کرسی، عرش و کرسی، لوح و قلم و ملائکه مقربینده صفتین بیانıdır. مقربینین صفتین بیانıdır. در باب اول به عرش میپردازه که عرش چی هست، که خدا در عرش بر کرسی نشسته بود. اون کرسی چی هستش؟ این لوح چی هستش که میگه مثلا در لوح محفوظه. و قلم چی هست در قرآن اومده، ملائکه چی هست در قرآن اومده، ملائکه مقربین. میگه در مورد توصیف اینا میخواد حرف بزنه. خب اینها نظرات خود این شخصه دیگه، اینها هیچ کدوم در قرآن توضیحی براش نیست که قلم چی هست، ملائکه چی هست، کرسی و لوح و عرش و اینها هیچ کدوم در قرآن نیست. اینها نظرات و تخیلات افراد هستش. حالا ما میتونیم بعدا این رو ملاها به اسم اسلام بیارن به خورد ما بدن، در حالی که این دیگه اسلام نیست. اینها تخیلات و خیالات، فرضیات و تئوری های غیر قابل اثبات مسلمان هست. تموم شد رفت. ikinci bab در چی هستش؟ gökyüzü ve uçmakları. Gökleri ve uçmakları ve bu ikisinin sıfatları beyanıdır. حالا آسمان ها و مرگ، حالا اینجا فکر میکنم در مورد اون بیان میکنه. üçüncü cehennem ve onun düzlüdür ve onun düzdürlü azab, dözlüdürlü azablerini ve dahi yerler ve yer altında onun beyanındadır. حالا میگه که در مورد جهنم و در مورد اون که حالا این عذاب و اینها که داره، در مورد اون میخواد و در مورد زیر خاک میخواد حرف بزنه، یعنی در مورد قبر میخواد حرف بزنه. الله تعالی حضرتونun و وحدانیتونun و ایمان و اسلامın beyanındadır. این باب dördüncü یعنی چهارم در باب وحدانیت و یکتایی حضرت الله تعالی و ایمان و اسلام هستش. اینو میخواد بگه. beşinci توبه و انابت، زهد و تقوا و صلاحیت بیاننده در بیان این باب هم در بیان توبه، انابت، پشیمانی، زهد و تقوا و صلاحیت هستش. altıncı آبدست، همین وضو، نماز، صلات منظورشه و تسبیحلری، نوابن بیاننده دور، ثوابن بیاننده دور. اینها هم در مورد
وضوع و صلات و تسبیحات هستش که در مورد ثواب اونهاست. 7. Allah Teala'nın gurmaqlaq və daxi ölmaqlaq و حالا اینو دیگه نمیتونم بخونم، ببخشید. احوال قیامت هم در اینجا، حشر و نشر و صراط و حساب و کتاب و اینها رو در اینجا میاد. ترازو، این کلمه رو که نمیتونستم بخونم پیدا کردم. احوال قیامت، حشر و نصر و ترازو و صراط و حساب و کتاب، اینها رو میخواد توضیح بده که آقا اینها چی هستن. خب دوستان عزیز، این موضوع کتاب آشنا شدیم. مربوط به اینه که انسان‌ها رو بتونه علاقمندان به این کتاب رو، به این موارد دینی، کسایی که به یه دینی اینها رو میخواد هی تشویق و تشجیع بکنه که با علاقه بیشتری به دین بچسبند و چیز بکنن. هی داره بیشتر میکنن دیگه، این علما میان پشت سر هم اینو بیشترش میکنن. خب ما با زبان این کتاب آشنا شدیم، فهمیدیم که استاندارد نوشته شده. حالا یک صفحه هم از اینجا بخونیم، یه مقدار حکایت. Süleyman Peygamber sallallahu aleyhi ve selam bir gün memleketi tahtinde oturmuştu. Tahtinde, این تحت همون تخته، tahtinde oturmuştu ve raf'at tacın himmet başına koymuştu. Xadam و حشم صف صف turub خدمته bil اینجا نشه bel bağlamışlardır. خدمته bel böyle اینجوری نوشته، bel bağlamışlardır. Dürzad anda mahir birisini. اینجا یک چیزی نوشته که من نمیدونم، باید وقت بذارم بتونه. دور زراونده nemiyorum, راونده mahir birisi kendi megamının törmüştü ve bazı oturmuştu. Turmuştu اینجا durmuşlar, istade بودن. Turmuştu ve bazı oturmuştu. Meğer bir gerince girişimiyle kebru nıhvetle gustah var Süleyman'ın besat üzerine geçti. میگه این که آدم ها اینجوری نشسته بودن، ناگهان یک bir gerince، گارشگاه یعنی مورچه، با girişimiyle ببخشید، با girişimش یعنی با یه مثلا چیزی، girişim بگیم که ما اینجا تفسیر بکنیم رفتار، یعنی با اون حالتی که اومد وارد شد. girişimiyle کبر نخوت گستاخ، با این صفت ها داره چیز میکنه. گستاخوار سلیمان'ın بساطı üzerine geçti، رفت روی بساط حضرت سلیمان. سلیمان geçti، سلیمان itti، سلیمان itti، سلیمان اون رو italedi، یعنی itti italedi. ey murce utanmazsen kim besat üzerine böyle gustahlıkla gireyle geçersen، کبریله geçersen ای مورچه. حالا اونجا گفت گرنجه، اینجا مورچه رو حساب کرد، مورچه نوشت. ای مورچه utanmırsen کی، خجالت نمیکشی که با گستاخی و کبر روی بساط میای geçirsen. گرنجه ابتدا، گرنجه gerince itti ya Süleyman, itti ya Süleyman.
ikinci tefakur edip kendüzün görme ben zayıf dahi şul kimsenin yaratılmışsın ki sen dahi onun gülüsün. حالا مورچه برگشت به سلیمان گفت که تو چرا منو اینجوری ادی چرا تو منو هل دادی از مثلا انداختی از این سفره بیرون یا سلیمان اکه کندینی احتمالا باشه کندینی تفاخر ادب تو داری به خودش این احتمالا علامت تعجب کندونی تفاخر ادب تفاخر کردی به خودت و کندوزون görme و اون تفاخر خودتون رو ندیدید کندوزون görme ben ضعیف داخ دیگه من حالا ضعیف هستم و اینها شول kimsenin yaratılmışsın مثل من مثل هر کسی خلق شدی که sen dahi anun gülüsün تو هم اون yaratılmış یعنی اون کسی که تو رو خلق کرده گول بنده اون هستی ایله دیدikçe سلیمان خوش geldi همین که این مورچه این رو گفتش که تو هم مخلوقی و چرا به خودت تفاخر میکنی و اینها منو انداختی به سلیمان خیلی خوشحال شد یعنی خوشش اومد خب به نظرم در این اواخر از این کلمات ترکی خیلی بیشتر از کلمات عربی شده حالا بریم آخر کتاب رو ببینیم یه و تورقی آخر کتاب رو بزنیم و ببینیم چیزی هستش یا نه خب این صفحه آخر هستش تمت رو اینجا گذاشته ولی اینجا رو بخونیم ببینیم چی هستش حکایت bir kişi Neşabur şehrinde nesne satırdı. Gayette asidi. Gayette asidi. Çağırıp aydur deke ey Müslümanlar. Asrının şul kimseye hala asrının yani ki an sermayesi her dem ve her saat erer و اکیولردی خب نمیتونم بخونم بعضی ها رو میگم باید زمان ببره که آدم چشمش با این چیز عادت بکنه خب ولی کتاب دینی هستش و من اینجا دیگه چیزی ندیدم در رابطه با تاریخ اینا چیزی اینجا در اثر این تندخوانی هیچ چیزی ندیدم آخر صفحه خب این اولین کتاب باشه دوستان به نظرم کتابی است در رابطه با تشویق به رفتارهای دینی و علاقمند کردن انسانها به عملهای دینی که خیلی به نظر من این نوع کتاب‌ها امروز در جامعه ما خالی هست برای اینکه ما انسان‌ها خیلی مادی شدیم و برای به دست آوردن مادیات داریم سر هم کلاه میذاریم و زندگی همدیگر رو نابود میکنیم متاسفانه جایگاه یه چنین کتاب‌هایی البته علمی‌تر چیز هست بریم کتاب دوم که تحفه شاهدی سور افلاک و استرلاب و بوعلی صوفی ببینیم که این کتاب ظاهرش چیه این کتاب در 176 صفحه نوشته شده حالا ببینیم که چه چیزایی میتونیم پیدا بکنیم این کتاب در کجا نگهداری میشه کتابخانه مجلس شورای ملی کتاب مجموعه 5 رساله را نصاب ترکی 2 منظومه سور فلکیه مؤلف ابو علی صوفی 3 رساله در علم استرلاب و غیره این شمارش هستش این پس این کتاب در بازدید شد نگاه کنید 1382 این کتاب بازدید شده بازرسی اینجا هم اینجوری
معلوم نیستش که این شماره ها چیه، این همه متفاوت شماره های. اینجا کتابخانه شماره خورده، اینجا دوباره یه شماره اینجا خورده، یه شماره اینجا خورده، یه شماره اینجا خورده و اینا. طول رو عرض کتاب رو گذاشته. 2 صفحه کتاب حدود 30 سانتی متره. یعنی وقتی کتاب رو باز میکنیم عرض 2 صفحه 30 سانتی متره، یعنی عرض هر صفحه چیز هست 15 سانتی متره. اینجا یه 208 نوشته. حالا فقط من اینو یه ذره کوچیکترش بکنم که ما با اول با با خود کتاب آشنا بشیم. طولش هم اینجا گفته 21 سانتی متره. طول کتاب 21 یا 20 سانتی متره. و اینجا میبینیم که چه شکلی این کتاب رو نوشته. به نظرم کتاب خیلی کلمات تو دل هم نرفته، مثل کتاب قبلی که کلمات دل هم بره یه مقدار هم کهنه بشه و اینا. نه، حالت شعری داره و شعر به سبک امروزی مثلا. یعنی الان شعر رو به این شکل می نویسن. نمیدونم این باید دید که چه تاریخی نوشته شده به این سبک. این سبک جدیدی هست احتمالاً. حالا دوباره برمیگرده وقتی از اون شعرها تمام جدا شد، برمیگرده مثل نثر مینویسه و نثرش هم باز جالب، خطش خیلی زیبا و خوندنی هستش. حالا یارو گفتش که 3 تا از کتاب ها ترکی هستش، ولی گفتش 5 تا رساله داخلش هست. بریم ببینیم. به نظر من که اینجاها دوباره شعر هستش، اما باید برگردیم و بخونیم. اینجا یه چیزی دیدم، این چند صفحه رو ببینیم این چیه. حاشیه نویسی شده، اینجا خالی بوده. حالا اون مطلبی که تا اینجا بوده دوستان اینجا تموم شده. تم بالخیر. اینجا هم گفته که بالخیر تموم شد. این 70مین صفحه کتاب بود که تموم شد و اینجا یکی اومده بسم الله الرحمن الرحیم اومده براش چیز نوشته. حالا اگه برگردیم بتونیم، به نظر میاد که اینجا فارسیه و اینجا هم دوباره اینجا ترکیه مثلا دیدم. اینجا فارسیه. اینجا دوباره حاشیه نویسی داره. اینجا یه متن عربی هستش، حالت شعر داره و این وسط همین حاشیه رو اینجا نوشته، جا نشده، از اینجا اینجوری نوشته اومده و اینجا تموم شده. یعنی اینقدر کتاب رو در گذشته. اینجا هم یه نقاشی داره. دب اکبره. این دب اکبر رو نقاشی کرده که دب اکبر چه شکلیه. دوباره اینجا حالت شعر داره. احتمالاً اینم دب چی باشه نمیدونم، دب اصغر و دب اکبر باشن احتمالاً. اینجا اژدها رو کشیده. اینا دو آسمان هستش که حالا احتمالاً اینا همش شعر به شعر در آورده. اینجا با نقاشی ها میتونیم بگیم که این کتاب رو خواسته تصویرش خیلی زیبا باشه. اینجا هم یه پرنده ذکر داب الکرسی و اینجا هم حالا شاهی بر تخت نشسته در آسمون و اینجا هم که خیلی عکسای جالبی داره برای بیان این. البته باید برگردیم ببینیم که این عکس‌ها ربطی به مطلب داره یا نه. حالا اینجا فکر کنم که دیگه ذکر سور این حیوان رو جچه رو داره توضیح میده. اینجا هم ایکیزلر، اینجا ایکیزلره، اینجا عقربه. رفت تو ماها دیگه، اونها رو داره توضیح میده. حالا از اینجا بریم تو پایان کتاب، اگه بشه ببینیم که میتونیم پایان کتاب بریم. اینجا یه جدول بود رفت دیگه سخته که اون جدول رو پیدا بکنیم ببینیم که چی به چیه. اینجا به نظر میاد که فارسی شد و حالا از کجا فارسی میشه؟ این یه کتابیه که شروع میشه و به زبان فارسی، خطش باز زیباست، قابل خواندن هستش.
از اینجا این کتاب شروع میشه، صفحه 52. خب اینم اینجا به فارسی هستش. اینجا به عربی احتمالاً، من این صفحه رو دارم میرم، صورت العمل اینجا به عربیه. بله این کتاب هم به عربی هستش. اینجا تموم میشه این کتاب هم. از یه جایی به بعد گفتیم که زبان علم در اون زمان عربی بوده. احتمالاً در وسط کتاب فارسی یه بخشی رو عربی آورده، یا اینکه اینجا تموم شده، یه جایی تموم شده باشه که تموم نشده. اینجا تموم میشه و این کتاب بعدی شروع میشه که دوباره به نظر میاد که فارسی هستش. و اینجا هم تموم میشه. حالا ما بریم این کتاب. پس اولش گفتیش که اینجا گفتش مجموعه 5 رساله هستش، یک نساب ترکی، 3 منظومه. این نساب هست چی هست نمیدونم، ترکی هستش، و 2 تا منظومه صورت فلکیه و 3 رساله در علم اسطرلاب و غیره. این فیزیک کتاب رو دیدیم. اینجا یه جدول هستش که قابل خوندن نیست و اینجا هم یک نوشته هایی هستش که احتمال میدم رساله ها رو، اسم رساله ها و موضوعاتش هستش. اینجا داخل ملک و کتابخانه حق قاصر محمد طاهر اترچی، شهر چی، 1338. این خیلی قدیمی نیست. اینجا هم نوشته 1325 تاریخ. اینجا رو گذاشته. این مجموعه محتوی بر 5 نسخه مرغوب است از ذیل. این از چی هستش؟ ذیل نساب ترکی، بجر خسرو و شیرین مثنوی. حالا این هرچی هستش خیلی نمیتونم، ولی مصنوعی. این منظومه ابو علی صوفی در بیان صورت فلکیه. دوم هم ابو علی هستش که حالا اینجا یه چیز در موردش نوشته. سوم رساله میسوره شمعی، این میسوره سمتی یا سرمی گاینی در علم اسطرلاب. چهارم رساله شیخ بهاءالدین قمر چی عاملی، قمر عاملی یا چی، میرزا حاتم چی، اینجا هم در علم اسطرلاب. پنجم رساله در معرفت گله چی و ششم رساله فارسی هیئت. این هم کسی که امضا کرده، امضای خیلی جالبی هم داشته. تاریخش اینو زده. به نظر میاد که کتاب قدیمی نیست، جدیده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق حی و توانا، خالق و حی و توانا، قدیم و قادر و دانا و بینا، ثنا و حمد و شکر بی نهایت، سپاس و منت و بی حد و غایت. آنا کیم واز ادب کائناتی یرتدی هم
مماتی هم حیاتی، یرتدی هم مماتی هم حیاتی، یقی کن اول دیدی او دیدی varoldu. Yokken o dedi var oldu alem, hem itti kudretiyle خال آدم، احتمالاً خاک آدم، آنın neslinden imdi enbiyayı etti enbiyani خصوصاً kim Habibi Mustafa'yı صلواتی سلام ol şah daim kanınla din İslam oldu gaim zil hesab و zil sahab و السنه ki yünkeru anın şer'ine oldu yer musahhar. اینجا احتمالاً یه چیزی رو اشتباه خوندم. زل سحاب و آلینه، زل سحاب و آلینه ki yünkeru anın şer'iye öldüler مسخر. حالا این کتاب ترکی هستش، شعر. بریم بعضی از صداها رو گذاشته، ببینیم اینجا چی میگه، چون که داره فارسی ترکی رو اینجا دیدم یه چیزایی گفت. قطعه oldukça ahi getirdim tabi içinde bir. حالا اینجا ببینیم چیه. tamam oldukça her bir قطعه موزون yazdım anda bir beyt humayun که اوله فارسی bir مصرعی هم biri Türkçe اوله نبیش و نکم که Türkçe فارسی اوله مقابل bülür ehli که اوler bu نظم مشکل. اگه یکی فارسی یکی ترکی بنویسم میدونن که همه اهل فن میدونن، اهل شعر میدونن که خیلی کار مشکلیه. Bu resme eyledim ol beyti tertib ki bile mübtedi ahval terkib çu eltaf خدا جستردی اتمام dedim ben dahi töhfe şahidi yam که راکیم شاهدی مولویم دیار منتشده مغلویم. من نمیدونم این منتسه چه، احتمالا یه جاییه دیگه، یه سرزمینه. ما در تبریز در منتش زندگی میکردیم، اینم منتشه هستش، احتمالا یه جایی در ترکستان هستش به نام منتش. اینو بارها خوندم، احتمالا در اویغورستان باشه. منتش یه جاییه که حالا اهالی که از اونجا کوچ کردن اومدن یه جاهایی اسم اون منطقه هم گذاشتن منتش، که ما در تبریز زندگی میکردیم. به حمدالله که برد معنوی تم به حمدالله که مرد معنویتم که غواص بهار مصنوی هم مرادم بو که تحفه بله شهرت گله öz اوزانله اطفال قدرت ادلر مرسله اوزانی حاصل اولالر علم مولانای قابل. حالا این طرفدار مولانا هستش دیگه، داره ادلر مرسله اوزانی حاصل اولالر علم مولانای قابل زهی عزت زهی دولت سعادت آنون کنده bu ilme liyakat bu ilme liyakat velikin gurgum bir cahil dün
که آنن علمیه که از طبعی موزون. خب دیگه بریم یه چند صفحه بالاتر ببینیم که مثلا موضوع اینجا چیه. مثلا قطعه سوم در بحر محبت، میخواد در بحر محبت، من نمیدونم این بحر به معنی چی هست در شعر. به معنی میدونیم که بعضا بحر رو به معنی آهنگ به کار میبرن، بعضا به معنی در مزارت میخوام به معنی دریاست. عاشق گشاده ابرو و پیشانی آلن ابروگاش. حالا داره چیز میکنه، کلمات رو کنار هم فارسی ترکی میچینه. عاشق گشاده ابرو و پیشانی آلن، ابرو رو پاک کرده، گفته که عاشق گشاده و پیشانی آلن ابروگاش. داره کلمات رو اینجا ابرو رو برای اینکه بعدن میاره پاک کرده، دوباره نوشته. دخی برادر همراه فرش و یلداش. دخی برادر همراه فرش یلداش، فراش همون که یلداش. سامانلو بالچیغه، سامانلو بالچیغه کهگل. سامانلو پالچیغه پالچیغ. حالا من پالچیغ رو چی بگم خودش میگه کاهگل. کاهگل به ترکی میشه سامانلو پالچیغ. سامانلو پالچیغا کاهگل کرج رو گم ریک. کرج و گم، کرج و گم ریک. این کرجی که در نزدیکی تهران هست و گم ریک. این کرج ترکیه دوستان و گم هم ترکیه، ریک فارسیشه. مثلا کرج و گم ریک. کرج یک کلمه ترکی هست. پس سفال سکسی دور رخشت یا رخش و سن کریج و تاش. حالا اینجا من اینو نتونستم بخونم که سفال سکسی، سفال که فارسیه، سکسی ترکیشه، دور رخشون و سنگ گرچ و تاش. بو رخشتو این چی هست؟ این میشه کرپیچ. کرپیچ احتمالا این باشه. رخشتو کرپیچ و سنگ تاش. اینجوری خوندم من. ثواب و سواب و خاک دور، خاک و دور دورر، خاک دورر توپراک. سو خاک و خاک دور، خاک درور توپراک خاک درور توپراک یا درور توپراک. آتش او دیل باد، آتش اود یل باد. من هنوز نتونستم اینو چیز بکنم. داره کلمات رو، در اصل این یک لغت معنیه. دارم اینجوری متوجه میشم که لغت معنی هست. سو آب، خاک در توپراک، آتش اود دیل باد یل باد. هم اشک göz yaşıdır. هم اشک göz yaşıdır. خشک و تر گوریل تاش. خوش گوری تر yaş. خریدن almak و satmak فروختن. به جز آن دی سود اسی بله کلانن در متاع و گماش. حالا اینجا یه چیزی گفته، وی سود اسیه. این چیه؟ سود رو میخواد اینجا معنی بکنه، ولی من امیه کالاندر اسیه گالاندر، امیه گالاندر این چیه نمیدونم. دی وی سود امیه گالاندر متا و گماش. متا و گماش. اینجا خیلی
این آدم اومده کلمات رو خیلی زیبا کنار هم چیده و داره چیز میکنه. اکینجی برزگر کشت اکین شیار نتس شیار نتس شیار باناد آن بدور بکوب دوک و چخ چاش. اینجا بکاده یا یکاده آن بدرو بیچ. این حالا آن، این بکاد یکاد چی میشه نمیدونم، این بناد بکاد آن، اینو نمیفهمم. این آن بدرو بیچ بکوب دک و چخ چاش. خب کار بسیار جالبیه. قطعه چهارم در بحر مضارع. حالا اینجا این بحر چی بود؟ بحر محبت بود. اینجا بحر چی هست؟ قطعه چهارم در بحر متقارب. زغن çaplak oldu fırtal و آل گتور که گرجن گنت پر و بال. گانات الان ما میگیم گنات. گتور کو کرجی گنت پر و بال. ستاره و اختر دگül دیلره دی برونه ایکی آی هلال. حالا اینو من دیگه بعضیاشو واقعا نمیتونم، باید چشم عادت بکنه، مغزم عادت بکنه که کار سختی هم است. قطعه چهارم در مضارع. این فعل های مضارع و دیرلر سجیه باده و ملاهم ملهم پیاله جام. باده ملهم. دوستان این من ترکی فارسیم قاطی میشه اینجا. دیرلر سجیه، این دیرلر سجیه باده و ملاهم پیاله جام. گرنق کنیزون زنیزولا گلدی. گرنق کنیزون و گولدی بنده هم غلام. گرنق این کلمه رو ببینید، کنیز و گوله دی، یعنی این کنیز و به گول و کنیز میگن گرنق. دی بنده هم غلامه. گنجشک و سرچه دو حالت نمیشه. سرچه دخی آبگینه دور. سرچه این با سه دندانه دار رو نوشته بشه به معنی گنجش، که با سات بنویسن میشه سرچه آبگینه دور. آبگینه نمیدونم چیه، حالا من خودم این آبگینه رو نمیدونم چیه، احتمالاً ظرف لعابی آب باشه، مثل کوزه و اینها که لعابی باشه نمیدونم. حالا دوباره این سرچه رو تو سرچه نوشتی. خب بری سرچه بود، بری سرچه گنجش بود، سرچه آبگینه. حالا دوباره نوشته سرچه. تبینه یعنی بلعزر خبر پیام. سرچه تبینه یعنی بلغزر در خبر پیام میشه. حالا خبر ترکیه، پس البته عربیشه این، تا اونجا که من میدونم این عربیه، ممکنه ولی ترکی باشه برای اینکه میگه من ترکی ها رو میکنم. اما این سرچه تبینه یعنی چی میشه؟ این تبینه یعنی احتمالاً بلعزر نمیدونم این یعنی چی.
خبر پیام. حالا به هر حال خیلی چیزا رو من نمیدونم، خیلی در روی این کتاب دیگه برای من خیلی جالبه. این اول بگم که برای اینکه ترکی رو یاد بگیره آدم، لغت‌های قدیمی رو، چون می‌خوای کتاب‌های قدیمی رو بخونی دیگه، باید این لغتنامه رو یاد بگیری که ازش بتونی استفاده کنی. و جالبه که اگر یکی بیاد اینها رو با همین صداهایی که گذاشته روی کلمات جمع بکنه و یه لغتنامه بنویسه، خیلی جالب میشه. مثلا مدرن، یه لغتنامه مدرن بنویسه ترکی به فارسی، مثلا خیلی جالب در میاد. انگشت و سنن اولوب برمق، انگشت و سن اولوب برمق. یکی انگشت فارسیشه، احتمالاً سنن انگلیسیشه، برمق که ترکیشه. حالا ببینید مثلا نگاه کنید اینجا، من میگم نمیتونیم، آدم بعضا نمیتونه، این برمق برش اینجاست، مقش اینجاست، یه کلمه آدم فکر میکنه یه کلمه جدا هستش، اولوبر میخونه. برای همین خیلی از کلمات رو که نمیتونم بخونم به خاطر این نوع، اول باید چشم آدم به این عادت بکنه که این چه شکلی مینویسه. کالوچ، keçisi، مشت، یمرق. کالوچ، keçisi، مشت، یمرق. کشتی، gemidir، Ərəbcə zorak. Hem şib, faraz, eniş, dönüş, yokuştur. Şib و فراز eniş yokuştur. شیب eniş, faraz yokuştur. yüksek خو بلند و پست alçak. ببینید خیلی باید آدم اینو بدونه که مثلا خب yüksek خو، این خو چیه؟ احتمالا خود باشه که yüksek خود بلند. خود من تا اینجایی که متوجه شدم در زبان ترکی خیلی به کار میره به معنی که خودش، خود. نمیدونم از فارسی به ترکی اومده، از ترکی به فارسی اومده، این زبان شناسا اینو میتونن بگن. در بحر رمل، حالا اینجا باز دوباره میچکد یعنی تمر. الان میگیم دامار، گفتیم که د به ت تبدیل میشه، اینجا اومده گفته میچکد یعنی تمر. هم دن تمردی، هم دن تمردی، هم گفته میشه داماردی. گانه خون، تمردی، دامار، اینجا دمردی دامار، گانه خون. اینجا اینم رگ باید باشه. پس می چکد یعنی تمر، هم دن رگ، این ببخشید این هم رگ تماردی یعنی رگ دامار تو کسی. گانه خون، به گان هم خون میگن. بزنلmiş çok سمات آراسته، بزنلmiş çok سمات آراسته. این سیار خون، این چیه؟ سیار خون. این یک کلمه‌ای هستش که من برای اولین بار دارم میشنوم. سیار به زبان ترکی خون میشه به فارسی. باز گونه اکسینه در راخی دزدر. باز گونه اکسینه، باز گونه اکسینه احتمالاً دزد راخی گلگونه فکر. بعضا واقعا نمیتونم، نه ترکیشو میتونم نه فارسیشو، برای اینکه من کار لغتم خیلی ضعیفه دیگه، یعنی این رو باید بپذیریم. بیل آفریننده باد، این یل باشه، یل آفریننده باد دیجی.
نمیدونم، باید با چشم آدم با این کلمات نمیدونیم چه شکلی از داخل هم میبره جدا مینویسه و اینا، خیلی دیگه. ولی خب کتاب بسیار جالبیه. من خیلی راستش بخواد خیلی خوشحالم با این کتاب آشنا شدم. یک نوری هست در درون من که یکی بیاد و این کتاب رو، این لغت ها رو مدرن بکنه، پی دی اف بکنه، بفرسته، انسان ها بخونن، باهاش آشنا بشن. درسته دوستان بسیار زیادی زحمت کشتن، لغتنامه های جدیدی رو، جالبی رو نوشتن، ولی این صداها خیلی زیباست روی این کلمات، خیلی زیبا، کار بسیار جالبی کرد. البته این خیلی بوده، یعنی برای زبانهای مختلفی بوده، این هم این زبان رو، ترکی رو با زبان فارسی خواسته آموزش بده. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم حکما و واقعا منقول ادکیم سال لسان و سعد و نحس و فلان. اینجا احتمالاً این تموم شد. اینجا یک کتاب جدیدی شروع میشه که حالا من میخوام ببینم که این اول کتاب رو اومده اینجوری یه چیزایی نوشته، این مهر کتاب هست، این رو اینجا هم به خط زیبایی نوشته. من با این خطای زیبا مشکل دارم، حالا با اینها هم مشکل دارم، ولی با اینها خیلی مشکل دارم، نمیتونم اینها رو بخونم. اکبر البشاری چی حالا اینو من از کجا بخونیم؟ متملکات اقل سادات الحسنی علی الموسوی الحسنی یا الحسنی الموسوی علی، همین باید باشه دیگه، نمیدونم. اینجا هم یه چیزی هستش که نمیتونم بفهمم. اکبر البشاری یا بشراری نمیدونم، 1263. خیلی کتاب قدیمی نیست، 163 37 سال از اونجا، اینم 140 سال این کتاب سابقه داره. این کتابی که نوشته جدیده، میشه فارسی رو، حتی این فارسی 160 سال رو با فارسی جدید مقایسه کرد، دید که فارسی چیه. هم گوسفند چون این سال در آید، مستان در دراز کرد، کشتار افتد رسد و سالی شد. نمیتونم بخونم. اینم هم کجه، در بعض چاپ ها بیفزاید و اگر فرزندی در این سال متولد شود، چی و بسپارد آن، بسپاردان و عاقل باشد و مردمان را چی، نمیدونم. ببینیم اینجا چی گفته. اینجا دوستان حالا همون نویسنده ها اومدن اینجا یه چیزی رو نوشتن که باز هم خوشخط مثلا، ولی من در خوندن اینها مشکل دارم. بسم الله العادل الموحد باعث خیر خلق محمد هازا مقال لابی علی، برای پدرش یه مقاله نوشته. بخل ابی حسین الصوفی یا نخل ابی حسین الصوفی، این اسمش احتمالا نمیدونم ابی حسین صوفی هستش. فی صنعت النجوم والافلاک انشاء لملک الاملاک، الملک الامت شاهنشاه، اخی المعالی فخر دین الله، ملکه الله الزمان کله، ملکه الله زمان کله ولا ازال ملکه و ذله، با مسائلی ان فلک الکواکب و الانجم لوامع السوارب، سألت عن
غیر چیه مضیف و آداب و الی منصبیه یا منسیه. فهاک نعت الفلک العظیم و دگر ما فیه من النجوم. صورت دب الاصغر. حالا در مورد دب اصغر می نویسه، شعر میگه، ببینیم که این چی میگه. به هم موضع من القطب کواکب هن علی صورت دب. از قطب که حالا اقربهن موضعا من القطب، به قطب نزدیکترینش هستش. کواکب هن علی صورت دب، کواکبی هستن، کوکبهایی هستن که به شکل دب هستن، دب اصغر و دب اکبر. حالا اینجا عربیه. ببینیم دوباره اینجا یک کلمه، یه جمله اینجا بخونیم، ببینیم که خالی لیست به جور النجما بالحوض عند العلماء تسمى. اینم حوضش نامیدند. این کتاب کلا عربیه. پس اینجا رو اولش البته یه مقدار فارسی نوشته بود که ذکر سلیاق و نذکر الآن علی السیاق کواکب نعرف بالسلیان یا سلیاق. حالا یه کواکبی هستش که مشهور شده به سلیاق دیگه. ما اینها رو دوستان، این هم عربی هست و همین که زبان تخصصی مربوط به سیارات کواکب. حالا خود کوکب رو هم آدم باید بخونه که ببینه که این یعنی چی. من نمیدونم کوکب، آیا این کوکب خانم هم از اونها بوده یا نه، از اون اسم بوده یا نه، احتمالاً هم بوده. یعنی و بعدها بانی نجوم الاغرب، یعنی و بعدها ثانی پانی یعنی نجوم الاغرب کباب المزیه فی الغب. نمیدونم. عکس‌های بسیار زیبایی، نقاشی‌های بسیار زیبایی کشیدن برای اینکه اینو نشون بدن. حالا اینجا این حیوان دریایی رو هم به این شکل کشیدن. خب از این کتاب عربی رد بشیم. به نظر من هر چقدر بریم، برای اینکه من دیگه اینها رو اصلا نمیفهمم و ربطی هم به زبان ترکی نداره. در اینجا هم جداول رو گذاشتن، توضیحاتی رو دادن، بازم به عربی هستش و اینجا هم متنش دوباره به عربی هستش. به نظر میاد، بذارید ببینیم، این عربی هست مقدمه، نه این به فارسیه. این احتمالاً کتاب از اینجا یک کتاب جدیدی شروع میشه. این تموم شد، از اینجا به بالا تموم شد، از اینجا به پایین یک کتاب جدیدی هستش. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سپاس بیگیاز و ستایش مر صانع قدیم وفا در حکیم، که این آسمان و آسمان، زمین و آسمان به صنایع و بدایع و عجایب و غرایب مصنوع اوست و اختلاف زمین و آسمان دلیل وحدانیت اوست. قوله تعالی ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، که اینم از این و تجری فلان. قوله، دوباره اینجا قوله هستش. اما بعد این فقیر حقیر، این فقیر الحقیر الی الغنی قاسم علی قاینی مدت مدید بود که طلب در آموختن صنعت استرلاب سعی بلیغ داشت و استاد مشفق نمی یافت به حکم من طلب جد و جده، چون استاد مشفق رفیق یافت و بعد وسع خود و به عدد وسع خود از استاد صاحب کمال. خب دیگه این کتاب فارسی شد. حالا یه مقدار این توضیحات رو میده. جالب هست به که بدونیم این هم درباره استرلاب یک کتاب فارسی رو دیدیم. ما قبلا در مورد کتاب
استرلابینا 2 تا کتاب رو معرفی کردیم در رابطه با نجوم و استرلاب به زبان ترکی و اینجا با یک کتاب روبرو شدیم که جدیده نسبت به اون کتابایی که ما در مورد ترکی در مورد این چیزا معرفی کردیم. اونا خیلی قدیمی تر بودن. البته اونها به این شکل هم نبود. اونها عکس میگم نقاشی کرده بودین استرلاب رو و روی اون استرلاب هم توضیح میداد. خب از این کتاب هم که بگذاریم ظاهرا خیلی اینجا دوباره یه جدولی هستش که بر اساس اون دارن یه کارهایی رو انجام میدن. ما با این علایم اگر یادتون باشه در کتاب ترکی آشنا شده بودیم. با این علایم داشت توضیح میداد و چیز رو اینجا هم اومده گفته که شمال مثلا چجوری نوشته میشه، جنوب چجوری نوشته میشه و اینها رو اینجا داخل جدول کاملا تو این استرلابه مثلا که قبلا ما این رو به ترکی خیلی دقیق و اینجا هم دوباره همون استرلاب رو داره مرحله به مرحله توضیح میده. احتمالاً جالبه دوستان. من فکر میکردم در زبان فارسی این رو ندارن ولی الان میبینیم که داره و حالا اینجا هم یه توضیحات دیگری میده. خب دوباره با یک کتاب دیگری رسیدیم احتمال میدم یا اینکه یه موضوع دیگری رسید داخل کتاب. اینجا با بسم الله شروع کرد. موضوع دیگریه داخل همین کتابه، یه موضوع دیگریه احتمالاً هم این عربیشه. بخش دوم احتمالاً ترجمه این کتاب رو اونجا آورده. بله این عربیشه، بخش عربی کتاب هستش که اینجا تموم شد و کتاب بعدی از اینجا شروع میشه. کتاب فارسی هیئت. خب دیگه نمیخونیم، اینم کتاب فارسی هستش به اندازه کافی. کتاب فارسی رو باهاش آشنا هستیم، نیازی نداره که اینها رو معرفی بکنیم. کاش اون قبلیه هم زیاد روش وقت نمیذاشتیم، میتونستیم یه وقتمون رو صرف زبان ترکی بکنیم. ولی خب در این رساله بود و خواستیم بگیم که داخل این کتاب چند تا تموم شد. خب اما بریم کتاب بعدی تفسیر المواکب ببینیم که این چی هست. حیف شد که وقتمون رو سر اون کتاب گذاشتیم که فارسی بود. حالا تفسیر المواکب. اول کتاب رو ریزش بکنیم، بیشتر از این دیگه ریزتر دیده نمیشه. این با کتاب و خط اون آشنا میشید. دوستان نگاه کنید، به نظر میاد که این هم در دوره جدید نوشته شده، برای اینکه قلم خیلی ظریف و نازکه و این به مداد یا به خودکار میخوره که اینجوری باشه. البته اینجا هم یه چیزی دیدم ترکی جمله کلمه کلمه، اینو باید بعدا برگردیم بخونیم ببینیم چی هستش. حالا کتاب رو دست نوشته هستش دیگه، به هر حال ما داریم دست نوشته ها رو بررسی میکنیم. این دست نوشته هستش با ستاره و با شماره اینها رو اومده جدا کرده. این تفسیر اسمش هم مواکب هست، در 136 صفحه داریم میبینیم. خیلی ریز نوشته، خطها فاصلش از هم خیلی کمتره، ولی به خاطر اینکه با مداد ریز نوشته یا با قلم ریز نوشته میشه البته خوند. همونطور که میبینید مثل ستاره کرده و اینها رو عدد گذاشته و توضیحاتی رو داده. چیز جدیدی توش نیست. مثل خط من، یه مقدار خط من از این بدتره، این خطش از خط من بهتره. سوره آل عمران و اینها ببینیم که آخر کتاب برسیم و سوره اعراف و اینها عدد آیات و اینها رو نوشته. سوره اعراف رو شروع کردید دیگه، یا مرده یا اینکه رفته یه دفتر دومی رو گرفته دیگه ننوشته. میبینید که این
چرک نویس هستش دوستان. در اصل این کتاب اون اولیه هست. اگر این آدم زنده میموند و کارش رو ادامه میداد، این باید میرفت و توسط یک خوشنویس به شکل زیبایی یا نوشته میشد و اینکه یا باید تایپ میشد. حالا بذارید برگردیم اول کتاب ببینیم که این آیا میتونیم یه تاریخی ازش در بیاریم. میگه که مبدأ مباشرت تاریخ لری 24 ربیع الاول 1245. خیلی قدیمی نیست این کتاب، جدیده. این کتاب جدیداً نوشته شده، ولی خب نشون میده که حتی در این سال که 1245 الان 1445 هست، 46 هستش، 200 سال پیش، 202 سال پیش این کتاب نوشته شده. و این خب استفاده از این نوع قلم احتمالاً مداد یا خودکار یا چیزی شبیه اون نشون میده که در اون مقطع تاریخی یه چنین چیزایی کشف شده بوده و در عالم اسلام هم مورد استفاده بوده. و اینجا یک تاریخ جدیدی گذاشته شده 1926. این احتمالاً یه چیز جدیدیه که البته اگه بشه نمیدونم اول چی ایرمی رومی ایلول 1242 هستش. این هم 1242. این 1245، این 1242. گوجه ایلی محرر کتب ولایتیندن سپانجلی امام اغلی ابراهیم مخدومی اسماعیل حقی احسان. اسماعیل حقی احسان فکر کنم همون کسی که تو سریال چیز هم اشتباه کردی. کتاب محرر. این محرر احتمال میدم خود نویسنده اینو نوشته باشه. 1024. و اهل کجاست؟ گوجه ایلی. محرر کتب ولایتیندن، یعنی گوجه ایلی ولایتیندن. محرر کتب سبانجلی. اینجوری باید بخونیم، گوجه ایلی ولایتیندن. از الان این ترکیه هست. این خیلی اطلاعات ذی قیمتی رو در اینجا داره میده. اینجا البته این نمیدونم این چی هستش، چریمه اول چی این هست، ولی اینجا میگه که گوجه ایلی ولایتیندن محرر کتب سبانجلی امام اغلی ابراهیم مخدومی اسماعیل حقی احسان. اینجا هم کتب محرر. این آدم نویسنده کتاب هستش. اینم که گفتیم دیوان ارکان معلا خاجن کاندن اسماعیل فرخ بی. دیوان ارکانیندن معلا خاجه کانیندن اسماعیل فرخ بی اسمینده بیرزاتون اثرینین اینیدور. آها، یک کسی به نام این در دیوان کار میکرده، در دیوان یک از معلا، ارکان معلا، یعنی از بزرگان حاکمیت بوده. اسماعیل فرج بی اسمینده bir شخصی ذاتی bir ذاتون اثرینون اینیدور. یک کپی گرفته از یک اثر دیگری. پس این در این تاریخ از یک اثری کپی گرفته، اون رونویسی رو خودش انجام داده. خواجگان دیوان معلا ارکاننده اسماعیل فرخ افندینون مواکب اسمیل تسمیه ایلدیه تفسیر مواکب ترجمه‌سیدر. خب اسماعیل افندی، فرخ اسماعیل افندی این کتاب رو به نام مواکب نوشته بود. الهی تفسیر مواکب ترجمه‌سیدر، این ترجمه اون هست. تازه خود اسماعیل آقا هم اینجا چیز کرده، یه اسماعیل نامی هم اینجا اومده. اینجا اسماعیل نوشته مثل اسم پدر من. اینجا اسماعیل چی نوشته. اینجا امضاها رو اسماعیل رو میبینیم. اسماعیل البته ادامه داره، این چی هست من نمیدونم. اسماعیل اچانه مثلا، آچانه، آچمانه، یه چنین چیزی. خب اینجا هم میبینیم این کتاب در سلیمانیه کتابخانه‌ای نگهداری میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چی دار التباعه صفحه 1 رو زده و خودش حمد و سپاس لایحصا اول شیرازه
بند نسخه اثبات و اصها تقدس و امها تقدس و تعالی جنابنه شایان و روا درچی کمسراغ بیابان کفر و زلال اولان گروه جهالت اجتمالی ارسال رسول و انزال کتب ایله سوق دبستان علم و ایمان ایلدی. جمله تمام شد. اینجا اینجوری چیز گذاشت و درود متوالی الورود اول تحشیه فرمای متون امر معبود علیه ازکا صلوات الودود افندimiz Hazretlerinin نثار خاک روزه انبر آلودلری گلونور که حالا یکی رفته از یک کتاب دیگر کپی گرفته، این خط اون یکی نیست، پس این جدیدن نوشته شده، ولی این جدیدن 200 سال این کتاب نوشته شده در دوره عثمانی و شهرش هم گفت کجاست، تاریخش هم گفت کجاست. خیلی جالب بود دیگه. این نمیاد بقیه رو. حالا من بریم مثلا اینجا یه چیزایی نوشته دوباره امضا کرده اسماعیل. خب من اینو بخونیم ببینیم که اینجا رو بگذاریم. پس از حمد خدا و نعمت پاک سید اخیار چنین میگوید این عبد گباهتکار بی مقدار اوان شبابته نیرو و اکثر عربی، حالا اینو نمیدم، اکثر عربی و فارسی و ترکی تفاسیر مطالعه اصیل امرار اوقات اولونوب bunun ekseri hususen Türkçe cümleler, kelime ve kelime beyan ve tabir edilmiş olduğundan ببینید داره میگه که در اون زمان، در اصل داره میگه که در اون زمان چیز بوده، به زبان ترکی بوده، ولی ایشون با عربی و فارسی هم چیز داشته، اوقاتشو پر میکرده. اکثر اونها خصوصا ترکی cümleler kelime beyan ve tabir edilmiş olduğundan cem ve hulasa ve rabti avame asir olduğu gerin idrak فقیر المغل نیسابوری روشنده آیات کریمه تماما تستیر و dilinle ala kudret-i takat manaları müretteb tahrir olundurdu hüm el ilm arabiyeye intiha ve intisabi olmayanlara fahm ve izaninde yesret ve ختم şerif تلاوتی مراد edenlere. حالا میگه عربی برای اینا سخت بوده دیگه، اینا میخواد که چیز بکنه. مصحف شریف مثالو ختم etmekte سهولت اوله وجهیل مختصرce bir tefsir tercümesine صرف یارای و حالا این خط چیز خود این دفتر هم نگاه کنید، مثل این دفاتری هستش که برای نقاشی اینا استفاده میکردیم، برای طراحی اینا استفاده میکرد در مدرسه. آبیش رو ببینید، این خطای آبی و اینجا هم. حالا اینجا مثلا باید فهرست نوشته میشد، اینجا میومد توضیح میداد. ایشون دیگه اومده این خیلی جدیده، ولی خب این خود دفتر نشون میده که در 200 سال گذشته ترک ها به یک صنایعی در حد اینکه کاغذ رو به این شکل جدول بندی بکنن با این خطای ریزی که خیلی هم دیده نمیشه، اینها رو چیز بکنن و بنویسن و مداد خودکار رو به کار بگیرن هم رسیده بودن، پس خیلی هم عقب مونده نبودن. تلاوتی مراد edinler مصحف شریفی مسلو ختم etmekte سهولت öyle vecihle muhtasarca bir tefsir tercümesine sarf yari vus ve mukadderat etmek arzusu çok nibru و پیرامون. حالا من بعضی از اینها رو پیراهن کرد خیالخانه فقیر اسی
ده این فقیرانسی احتمالا باشه. ده الامور مرهونتون به اوقاتها مفادینجه وقت مقدوره تعلیق علون مشتی بو اسنایده حسین واعظ مرحومون مواهب عنوانیل معنون تفسیرنون لسان فارسیدن زبان عذاب البیان ترکی یا عذاب البیان. اون روز گفتیم که این عذاب به معنی عذاب نیست، به معنی شیرینه. اون روز پیدا کردیم دیدیم که این عذابی که ما به کار میبریم درست نیست. این عذاب به معنی شیرینه. زبان بیان ترکیه منوال محرر ازره نقل و تحویلینه میل و خواهش اولونوب جناب. حالا این آدم عرف از کتاب چی؟ حسین واعظ که مرده. این یک کتابی، یه تفسیری نوشته به فارسی، این رو میخواد به زبان شیرین ترکی برگردونه. نقل و تحویل میل و خواهش اولونوب، اینو خواستن که نقل بکنه و چیز بکنه. جناب مسهل الامور اعانه الله اعانه و اقدارینه استنادن مع قلت بزاعته ترجمه دستیزه خامه شروع علونده. اگرچه تفسیر مذکور مأخذ اتخاذ علوندیسه ده تبیان و بیزاوی و کشاف. ببینید این اسم تفسیر هاست: تبیان، بیزاوی، کشاف و خازن تفاسیری لتطبیق و توفیر علونه چی بشه اسباب نزول آیات. و بعض مفسرینون نقش صحیفه‌سی تعبیر و بیان ادکلری حکایات زیر معانی آیات تزبیر و مقصد اصلی اولان فهم عوامه و استنساخه سهولت üçün bir الفاظ منشیانه دن صرف نظر منشیان اداری میگه از اون الفاظ سخت اداری صرف نظر له bir بچه اختصار گباجه لسان ترکی üzere تعبیر اولونوب مأخذی اولان مواهب لعجل المرافقه مواکب. از کتاب مواکب میگه اسمی لتسمیه اولوندی. حالا ایشون ظاهرا میگه که به اسم اون همون کتاب قبلی گذاشته، اما با کتاب‌های دیگری هم تطبیق کرده، توضیحاتی اضافه کرده بود اینا و بعضی از کلمات اون منشانه رو هم حذف کرده. پس به اصل کتاب امانت رو مراعات نکرده، ولی نوشته که امانت رو مراعات نکردم. من یه چیزایی خودم اضافه کردم و کم کردم و در ترجمه ترکیش. پس این یه کتاب جدیدیه، اصلا میشه گفتش که به هر حال یه چیزایی بهش اضافه کرده، یه چیزایی رو کم کرده، به کتاب‌های دیگری مثل تبیان و بیزاوی و کشاف و خازن مراجعه کرده. و خود این آدم هم که این فارسی هم که این کتاب رو یا اون کسی هم که این کتاب رو به فارسی نوشته بود اون رو هم مسند اصلی قرار داده و این کتاب رو نوشته. پس این کتاب یک کتاب جدیدیه که میشه گفتش از فی نفس الامر ان اصل عدیم البضاعت و الاستطاعت اولدغمدن. میگه من به استطاعتم ضعیفه، خودشو ضعیف میگه دیگه. حالا به شقه لکی لا یعلم بعد علم شیئا مصداقین جا مختل ذهن اولان اوان پیری و ناتوانی ده کشیده سلا. حالا میگه من از اون منشیانه دوری میکنم، خودش خیلی منشیانه مینویسه. سلک تحریر اولندغندن زوات و اولون نهادن التماس کرده فقیرانه مدرکه مرتسم صفحه وقوع اولان قصوری منظور این اهلیتleri oldukda kenarine işaret zahmetinden içtinab buyurmalar ve minallah tevfik vel inayet indel bedayet ve nihayet هم در ابتدا و هم در انتها. خب گفتیم این اینجا مقدمه‌ای نوشته و توضیح داده که کتاب رو چیکار میخواد بکنه با کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط میخوام ببینم که این یه سوره رو بخونیم ببینیم که چیکار کرده که اجلال القرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و مفتاح القرآن بسم الله الرحمن الرحیم.
بویرلدغی ابن عباس، بویرلدغی ابن عباس رضی الله عنهما، هم ابن عباس هم دو نفرن دیگه، بره عباس یکی هم پسرشه، ابن عباس میشه عباس و پسرش رضی الله عنهما مرویدور روایت میشه دیو جواهر و تفسیر ده مستور دور. گفتن که در جواهر تفسیر اینجوری گفتن مستور سطر شده یا نوشته شده، یعنی اولا استعاذه و تطهیر قلب قرآن عظیم الشأن اجلال بعده مفتاح خزائن قرآن اولان بسم الله ایره اشتغال دور. حالا اینجا میگه که اول باید استعاذه بکنید و تطهیر قلب بکنید و قرآن عظیم شأن را بخواید بخونید باید اول بسم الله بگید. بعدش اکابردن بiri buyurmuştur ki vazife edeb ve tarikat hürmet ani iktiza eder ki ol istiaze süpürgesiyle o istiare süpürgesiyle. ببینید الان نمیدونم فکر میکنم که در ترکیه بله سوپرجه هنوز به کار میره، در آذربایجان هم که سوپرجه به کار میره. در استعاذه süpürgesiyle میدان قلبی و وساوس نفس و شیطانیدن تطهیر ایلملوکه تا جمال سلطان بسم الله منظری دیلده چمره نما اوله چمره نما اولا یا چهره نما، ببخشید این چهره نما اولا. بuna مثال لا اله الا کلمه طیبه‌سیdir ki آینه سینه‌دن سیگل لا اله جنن ماسوا محو و انوارو. این جن چی میشه؟ رنگ ماسوا سو ماسوا محو و انوار جمال الا الله باقی گالور. بناءن علیه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من شیطان الرجیم. یه چیزی گفته که بنابر این سخنی که گفتن آیه کریمه نه اتباعا حسین کاشفی رحمه الله تفسیرنده حسین کاشفی در تفسیر خودش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیگه استعاذه ایله بعد ایلمشتور. ایشون هم با اعوذ بالله شروع کرده بود، ایشون هم میگه اجلال قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و مفتاح القرآن بسم الله الرحمن الرحیم. میگه اگه بخواید قرآن رو بخونید باید اجلال قرآن وقتی قرآن پایین میارید یعنی پیشتون که بخونید باید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی قرآن رو باز میکنید بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری باید بخونیم. در اصل من الان متوجه شدم که منظورش از اون نوشتن این شکلی چی بوده. اینجا داشت توضیح میداد. تفسیرنا بعید امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه hazretlerinde istiaze manasını bu vecihle nakl eder ki insandan qavi olan şeytan şerrinden ondan aqva olan Allah azimüşşan celaluhu ve amma nevalehu hazretlerine sığınırım buyurmuşlar. Hazreti Ali هم گفته که Hazreti Ali علیه السلام هم گفته که استعاذه یعنی از شیطان دوری جستن، اعوذ بالله استعاذه است. استعاذه یعنی اون رو گفتن من الشیطان الرجیم، این رو گفتن معناسی این هستش که شیطان قدرتمندتر از انسانه و قدرتمندتر از شیطانم الله هستش که با توجه به ایشون به خداوند سغنران پناه میبرم. حالا اینجا فقط این آیه رو توضیح چرا میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چرا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این رو فقط اعوذ بالله رو توضیح داد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینجا رو توضیح داد که بقیه رو توضیح نداد. در اینجا بریم ببینیم اینجا سوره فاتحه و هی 7 آیات مکیه و مدنیه. جالبه که این هم او مدنیه میگه که این سوره فاتحه، یعنی ببینید مفسر قرآن خودش هم نمیدونه که این سوره مکی هست یا مدنیه، برای همین میگه که این 8 آیه هستش و مکیه یا مدنیه هستش. خب اصلا قرآن یا مکیه یا مدنیه دیگه، وسط نداره.
ولی ایشون حتی اینو نمیدونن مفسرها، یعنی تو شک هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق وجود و حیات بخش ادیجی و بقا احسان ادیجی و خود و خوفیدن محافظ ادیجی جناب معبود بالحق حضرت لرنون اسم شریفی ل تلاوت قرآن بعد ادرم. بعد عربی دی، یعنی باشلرم. اینجا دیگه به هر حال مفسره دیگه، میخواد بگه که من عربی هم بلدم، مثل من که هی دارم اینو میگم، اینم میگه که من عربی بلدم. کشافده، این تفسیر کشافده bu iki اسم bir manayadır. در کشاف این دو اسم به یک معناست. کدوم دو اسم نمیدونم. معنایدر، اما اسم رحمان ده مبالغه باردر، اما در اسم رحمان مبالغه هست. کی زیاده، حرف زیاده معنایه دلالت در دمیش. میگه که رحمان ده، رحمان یعنی اون اسمی که اون بالا گفت رحمان و رحیم، میگه در اون رحمان مبالغه هستش که به خاطر یه حرف اون رحمان حرف زیاده دمیش گفته، دمیش هم که گفته. لکن جواهر تفسیر، در جواهر تفسیر ده محرر درچی نوشته شده که اکثر علما رحمان اسم خاص و رحیم اسم عام دور. اینا میگن که رحمان اسم خاصه، رحیم هم اسم عامه. ما در تفسیرهای قبلی دیدیم که به این معنی نیست. چرا اینجوری نوشته؟ برای اینکه از این منبع فارسی رو گرفته. حالا این کتاب یه منبع فارسی رو گرفته، بر اساس اون داره تفسیر میکنه، برای همین میگه اسم خاص اسم عام، در حالی که در اونجا در تفاسیر ترکی اصلا به این معنا نمیگیرن. زیرا اسم رحمتی جناب حقدن غیریه اطلاق mümkündür demişler. میگه رحیمی رحمتی، رحمت، رحیم میگه که رحمتی جناب حقدن غیریه اطلاق mümkündür demişler. میگه برای غیر از الله هم این اسم رو به کار برد. خب دیگه این هم از این. Cevahir tefsirde چی هست؟ فاتحه شریف چون 26 اسم تحریر eder. این در جواهر تفسیر برای سوره فاتحه 26 اسم به کار برده. یک سوره فاتحه، سوره حمد، سوره شکر، سوره ام القرآن، سوره ام الکتاب، سوره المنه، سوره قرآن العظیم، سوره وافیه، سوره کافیه، سوره مجزیه، سوره منجیه، سوره الاساس، سوره الشفاء، سوره الرقیه، سوره السؤال، سوره الدعا، سوره تعلم المسئله، سوره التلقین، سوره السر، سوره السر، سوره الصلات و این ادامه داره. این گفتش 20 اسم، بله 20 رو هم اینجا آورد. بعد حالا دیگه این تموم شد. اینجا البته تفسیر میکنه این سوره رو و بعد میره سوره بعدی که دیگه با اجازهتون ما ازش فاکتور بگیریم. یه علتش هم اینه، از این که این رو فاکتور گرفتم اینه که دیدم در تفسیر هم اون معانی فارسی رو آورده داخل این، در نتیجه کلمات فارسی اگر به ترکی هم برگردونید مثل یک بمبیه که میره تو مغز ما و در اونجا فارسیت رو و جهانبینی و فلسفه فارسی و تاریخ فارسی اینها وارد ذهن ما میشه و چه بخوایم چه نخواهیم با تکرارش تبدیل میشه به یک دیدگاه، بخشی از دیدگاه ما. خب این کتاب رو هم دیدیم و بریم ببینیم که دیگه تموم شد. خیلی خیلی متشکرم که همراه من بودید. روز خوبی رو برای شماها آرزو